سلام و درود خدمت همراهان عزیز. یه سری عزیزان در خصوص آموزش نصب رینگ لایت از ما سوال کردن که من در این ویدیو آموزش نصب رینگ لایت رو خدمت شما توضیح میدم. ابتدا سه‌پایه رو روی زمین قرار میدیم. 3 تا پیچ روی سه‌پایه هست. پیچ پایین رو باز میکنیم تا این بازوها از هم جدا بشن. وقتی که سه‌پایه کاملا روی زمین استیبل شد، پیچ پایین رو میبندیم. 2 تا پیچ بالایی هم برای تنظیم ارتفاع هستن. حالا رینگ لایت رو روی سه‌پایه قرار میدیم. در قسمت پشت رینگ لایت یه پیچ هست، اون پیچ رو باز میکنیم تا رینگ لایت روی سه‌پایه سوار بشه و پیچ رو میبندیم. یه پیچ هم در قسمت کناری رینگ لایت هست که برای تنظیم زاویه استفاده میشه و ما در هر زاویه پیچ رو ببندیم رینگ لایت در همون زاویه باقی میمونه. حالا کابل برق رو وصل میکنیم. قبل از اتصال کابل برق رینگ لایت باید در حالت خاموش باشه تا از شوک الکتریکی به بورد اصلی رینگ لایت جلوگیری بشه. دو تا ولوم در قسمت بالای رینگ لایت هست که یکیش برای تنظیم شدت نور و یکی هم برای تغییر رنگ استفاده میشه. در بعضی مدل ها این کلیدها در پشت رینگ لایت قرار دارن. مرحله بعد نصب هولدر یا نگهدارنده گوشی هست. برای نصب هولدر این میله رو داخل هولدر قرار میدیم و این پیچ رو از قسمت پشت میبندیم. این هولدر به صورت پیچی بسته میشه. در بعضی مدل ها به صورت ریلی بسته میشه. پیچی که در قسمت بالای هولدر هست برای تنظیم گوشی در حالت افقی یا عمودی هست. رینگ لایت ما الان آماده استفاده است. عزیزان دقت کنید که رینگ لایت نسبت به ضربه بسیار حساسه و سعی کنید که از وارد شدن ضربه به اون جلوگیری کنید و جایی که رینگ لایت رو استفاده می کنید حتما محافظ برق داشته باشید چون نوسانات برقی به شدت به رینگ لایت آسیب میزنه. هر گونه سوالی در خصوص خرید و یا استفاده از رینگ لایت داشتید میتونید با شماره تلفن‌های فروشگاه تماس بگیرید. ممنون از توجهتون.